درود. میدانید که تا آخر همین ماه منصبداران تاجیک به کمیته انداز و یا مالیات باید بنویسند که چند خانه، چقدر زمین و یا چند ماشین دارند. مثلا رئیس شهر یا ناحیه در تاجیکستان در یک ورقه مخصوص که به کمیته میسپارد باید حتما بنویسد چقدر گاو و گوسفند و پرنده هم دارد. اگر منصبدار این کار را نکند و فاش شود که آنها مالکیتشان را پنهان کردند، بر اساس قانون جزا و یا تنبیه میگیرند. خبری که رادیو آزادی در این باره نشر کرد از موضوعهای سربحث در صفحه ما در فیسبوک و اینستاگرام شد و کاربران زیادی گفتند منصبداران هیچگاه این کار را نمی‌کنند چون هوسمند نیستند ثروت واقعیشان فاش شود. شمس‌الدین محمودوف یکی از کاربران صفحه ما در فیسبوک گفته است که خودی طلب گزارش از منصبداران درباره مالکیت یک نوع فریب است. او نوشته است: باز کاری کرده در چشم مردم خاک میپاشند. کدام منصبدار پولی از راه غیر قانونی به دست آورده خود را به مردم نشان میدهد؟ یک اسپکتاکل کلان جمهوریوی تشکیل می شود. این شرح را کاربر دیگری به نام مرحبا جمعه و نوشته است و میگوید سالهاست کارمندان دولت درباره درآمدهای خود به کمیته انداز گزارش میدهند ولی سودی از این نیست. شرح او را از صفحه رادیو آزادی در فیسبوک میخوانیم. کارگران دولتی هر سال باید اعلامیه پر کرده به کمیته انداز سپارند، لیکن صد افسوس یگان منصبدار 100% مال و ملکش را نشان نمیدهد. این همش به چشم دولت خاک پاشیدن است. تعدادی از کاربران نوشتند هیچ یک از منصبداران ثروت و یا مالکیت از جمله خانه و ماشین خود را به نامشان ثبت نمیکنند چون سوال پیش می آید با مزد کمی که میگیرند این همه را از کجا یافتند. برای همین به گفته کاربران منصبداران اموال و دارایی خود را به نام خویش و تبار و آدمانی با اعتمادشان ثبت میکنند. در این میان کاربر به نام سید امین میرزویف گفته است که نه همه منصبداران ثروت زیاد دارند چون با مزد کمی که میگیرند زورشان به خرید مالکیت زیاد نمیرسد. شرح او را از صفحه اینستاگرامی رادیو آزادی همراه میخوانیم. هیچ چیز ندارند، یک ماشین دولتی دارند، یک اپل وکتور خصوصی. با مزدی که آنها میگیرند ثروتمند نمیشوند، از این سبب مالکیتشان را نشان نمیدهند. امید جان 7242 این سوال را در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک در میان گذاشته است که چرا در همه جا میلیونر بوده است و در تاجیکستان نه. به قول او این چیز امکان ناپذیر است. و نوشته است: همه کشورها میلیونر و میلیاردر دارند ولی گویا در ما نیست. این گونه آدمان پول کلان دارند که از راه فساد به دست آمده است و برای همین از فاش کردنش میترسند. سینای محمدالله هم در صفحه ما در اینستاگرام نوشته است اگر منصبداران مالکیتشان را آشکار کنند 80%شان پس پنجره می روند چون به قول سینای محمدالله بسیاری ها دست به کروپسیا زده ثروتمند می شوند. خود حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است که فساد و رشوه‌خواری در همه قشرها پهن شده است و برای امنیت کشور خطرناک است. برای از بین بردن این خطر و رشوه و فساد کاربر به نام سید عزیزوف پیشنهادی دارد و آن را در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام گذاشته است. پیشنهاد و نظرش را می‌بینیم و آن هم چنین است: این کارها بیفایده و تلف دادن وقت است. این راه حل نیست. راه حل مهر وطن را در دل هر شهروند جای کردن است. مردم را به کتابخوانی و دانش آموزی دعوت کردن در کار است. آن وقت همه از روی ناموس و وجدان کار میکنند، آبادی هم می شود، پیشروی هم می شود. شما چی میگویید؟ نویسید یا در ویدیو ثبت کنید و به ما بفرستید با تلفنی که میبینید و از هر راهی که میخواهید. واتساپ، وایبر، تلگرام و ایمو. وبسایت رادیو آزادی هم بر علاوه خبرهای تازه امکان فرستادن ویدیو را دارد. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه دیگر.